نه برادران گرامی، نه چنین نیست. من به عادتهای عائلویی که با بهانه قرابت به نسب، اجازت آمیختن، شوخی کردن و دست فشوری میان مردان و زنانشان میدهند باور نمیدارم. باور نمیکنم که در نتیجه یکی با دختری عمکش آزادانه رفتار میکند، دیگری با زن برادرش شوخی میکند و این یکی با شوهر خواهرش دست میدهد و دیگری روی پوش خود را در نزد برادر شوهرش میبردارد. این عملهای زشت نه اصل در دین ما هست و نه در اراده ماست و نه در فطرت سلیم ما و نه ارتباط به تمدن بزرگ ما دارد، نه به اخلاق ما، بلکه اینها تنها سبب فسادی جوانان و دخترانمان گشته‌اند و دورشوی از فطرت سلیم اسلامی و این از عادت بیگانگان است. و بدونید که در اسلام حدود و قاعده های روشن برای مناسبت های بین مرد و زن غیر محرم وجود دارد. غیر محرم یعنی شخصی که با او ازدواج کردن ممکن است و محرم نبودن معنای آن را دارد که مناسبت باید در دایره آداب و اخلاق حدود شریعت باید باشد و عملهایی که باید این حدود رعایت کرده شود شوخی و آزادانه سخن گفتن بین مردان و زنان غیر محارم، حتی اگر از خویش و تبار هم باشند، مثل عمکزاده ها یا دختران خاله یا عمک یا زن اکا و غیره، یا دستفشوری با همدیگر، برداشتن حجاب در نزد دیگران. همه اینها در نزد شریعت ممنوع، ناجایز و نارواست. پس چرا این ممنوع و ناجایز و نارواست؟ چرا؟ به خاطر حفظ عفت و پاکدامنی. و بدونید که شریعت برای حفظ عفت و پاکدامنی جامعه و دور کردن سبب‌های فتنه چنین قاعده ها را گذاشته است که این قاعده ها را گذشتگانمان پشت به پشت، تمدن به تمدن بر ما تا امروز آورده رسانیدند. و بستن راه از گناه در اسلام نه تنها خود گناه بلکه راه‌های رسیدن به آن نیز بسته شده است و قاعده بندی شده است. آمیختن غیر محارم ها با شوخی های نالازم و ناجایز ناشایسته که به فتنه و فسادی آورده میرساند و فرق نگذاشتن بین محرم و غیر محرم. بسیاری ها گمان میکنند که خویش و تبار معنای محرم بودن را دارد، اما در بسیار حالت ها چنین نیست. مثلا برادر شوهر محرم نیست برای زن اکایش و زن نباید نزد او بماند مگر با رعایت شریعت و حجاب کامل. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند الحم موت، احتیاط از هم گفتن برادر شوهر این مرگ است، نزدیکان مرگ است، از مرگ خطرناکتر است. روایت بخاری و مسلم است. این معنا دارد که برادر شوهر و امثال او میتواند سبب فتنه کلان در خانواده بگردد اگر حدود روایت کرده نشود. تماس، شوخی، دستفشوری با غیر محارم هرچند خویش و تبار هم باشند در اسلام جایز و روا نیست. معیار حقیقی نه عرف و عادت مردم، نه عرف و عادت عائلوی، بلکه قاعده هایی که الله نازل کرده است تطبیق شوند و سنت سرور دو جهان صلی الله علیه و سلم با فهم سلف امت صحابگان کرام رضی الله عنهم باشد. و این مسئله که مترقی بودن، تمدنی بودن، همه اینا سخنانی هستند که تو را از دین اسلام دور می‌سازد، بلکه تو را راههای فتنه، راههای گمراهی، راههایی را برای تو می‌کشاید که دنیای فساد می شود و آخرتت نیز فساد می گردد. به اینها اهمیت ندهید، به این تمدن پرستان، به این ترقی جویان، بلکه نیکوترین ترقی این به سوی کتاب الله و سنت او صلی الله علیه و سلم بازگشتن است و حفظ مرزهایی که الله سبحانه و تعالی برای ما بیان کرده است. و بدونید که توفیق تنها از جانب پروردگار است و توفیق رفیق است، به هر کس نرسد. پری طاووس عزیز است، به کرگس نرسد.